أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ أرجاء السماوات والأرضين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعث سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضار گرامی و شنونده ها، کسایی که صدای ما را با خود دارین، با امید عافیت همه ایتان. در قدم ثانی انشاءالله از مباحثی که لیست کردیم که او را تحقیق می کنیم و نقل نصوص و ادله برایتان در اون موارد می داشته باشیم. بناهن از اون مسائل، اولین مسئله که انتخاب کردم مسئله قرائت بر سر قبر است. او مسئله را در چند درس محدود انشالله بیان میکنیم تا دوستا مطلع شوند در این مسئله. بعد بیان به مسئله دیگر میپردازیم تا که یک مسئله مورد بحث قرار بگیره و از این مسائل فارغ شویم. در قدم اول به معرفی مذاهب در این مورد که قرائت بر سر قبر چگونه است، اگرچه در کل این مسئله تعلق به تصدق یا ایصال ثواب للمیت می باشه که آیا ثواب از برای مرده میرسه نمیرسه. خب قول جمهور اهل سنت، یعنی عقیده اهل سنت، و مخالفین نسبتش به عقیده اعتزال داده شده در کتب کلامی. ایصال ثواب از برای اموات این عقیده اهل سنت است و این را باید داشته باشین. این عقیده ایتان باشه که وصول ثواب کارهای نیک از برای میت میشه که ثوابش ببخشین. اگر او قرآن باشه، اگر او ذبح باشه، صدقه باشه، پول باشه، هر چیزی که شما یعنی او را صدقه میدانین، او ثوابش بس برای میت میرسه. عقیده اهل سنت ای است، اجماعی عقیده است. حال از این انتخاب خاصی که داره دوستا گفتن و مشوره دادن که باید قرائت بر سر قبر بحث شود، ما هم او را بحث میکنیم. در این مورد مذاهب چهارگانه قول بر جواز داره. امام ابو حنیفه، البته مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام مالک، امام شافعی و مذهب احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیهم اجمعین، اینا قول بری دارن که جایز است این مسئله. انشالله نصوص از ارچار پیش میکنیم. باز ای که امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل و مذهب امام ابو حنیفه قول داره ای را پیش میکنیم. باز حال یک نصی از احمد ابن حنبل روایت است که منع قرائت کرده، بعضی ها از او استدلال میکنن. او را پیش میکنیم، رجعش ثابت میکنیم که رجوع کرده. احمد ابن حنبل باری بر این مسئله قول کرد که جواز بدعت است قرائت کردن به سر قبر. بعد که نص برایش دفعتا معلوم شد، دفعتا گفت منع که کرده بود بروین و مردکه را گفت بگوین که قرائت بکنه به سر قبر. رجوع کرد. پس کتابی به دست دارم از علامه مالکی است، یکی از جمله علمای موالک، مفسر، محدث و مورخ است. التذکره فی احوال الموتی و امور الاخره للامام القرطبی، صاحب تفسیر الجامع الاحکام القرآن، تفسیر قرطبی، در 20 مجلد تفسیر داره. این کتابی که تذکره نام داره در 2 مجلد ضخیم یک کتاب است. در مجلد اول صفحه 65 باب وضع کرده، باب ما جاء فی قراءة القرآن عند القبر حالة الدفن و بعده. ای که حالة الدفن و بعده، ای که قراءت قرآن در سر قبر در وقت دفن و بعد از دفن، و ای که وصول ثواب از برای میت میشه اگر قرائت باشه، دعا باشه، استغفار باشه و صدقه باشه. این را همه بیان کرده در ضمن از این باب. و قال علی بن موسی الحداد، منع را روایت کرده، جوابش کرده.
كنت مع احمد بن حنبل في جنازة و محمد بن قدامة الجوهری یقرأ. با همراه ما احمد بن حنبل میگه در یک جنازه بودیم و محمد بن قدامه جوهری هم قرائت میکرد. وقتی که میگه ما میت را دفن کردیم، جاء رجل ضریر، آمد یک مردی که چشمای نابینا داره، کور است، یقرأ عند القبر، قرائت بر نزد قبر شروع کرد. فقال له احمد، امام احمد رحمه الله برایش گفت که یا هذا، ای چه کار است که میکنی؟ ان القراءة على القبر بدعه، قرائت بر سر قبر بدعت است. فلما خرجنا، وقتی که میگه ما برآمدیم از قبرستان بیرون شدیم از مقابر، محمد بن قدامه برای امام احمد میفرماید یا ابا عبدالله ما تقول فی مبشر بن اسماعیل، چه قول داری در مورد شخصیت مبشر بن اسماعیل است؟ امام احمد میگه سقه است، ضعیف نیست، سقه است. باز پرسان میکنه هل کتبت عنه شیئا، آیا تو چیزی از اون نوشته کردی در کتاب خود، در مسند خود یا کتابای دیگر؟ قال نعم، میگه بلی من نوشته کردیم از او حدیث. باز برایش محمد بن قدامه میفرماید اخبرنی مبشر بن اسماعیل، همو مبشر اسماعیل که تو سقه میدانی همو برای ما خبر داده، از عبدالرحمن بن العلا بن الحجاج، از ابیش، از پدرش، ای که وصیت کرده بود پدرش وقتی که او را دفن کردن قرائت بکنه در پیش سر قبرش با الف لام، یعنی فاتحه بقره، شروع بقره و خاتمتها، و در پیش پایش به خاتمه بقره که به می شکل معمول مسلمان ها است امروز. و قال سمعت، و می گفت که ما شنیدیم ایرا از ابن عمر صحابی جلیل القدر رضی الله عنهما، از صحابه شنیدیم ای قول را تو روایت می کرد. دفعتا بود که امام احمد اهل حق تسلیم به قول حق هستند. اهل حق زود قول حق را مسلم قرار میتن و میپذیرند که کدام قول حق هست. امروز جوانایی داریم که وقتی که به یک انحراف عقیدوی بروند، اونا را ما برایشان نصوص کتب را نشان میتیم. دوست محترم عزیز دل، بیا این نص کتاب چنین میگه و تو مخالف نص کتاب هستی، عقیده تو را خراب کرده وهابی ها، نکو به این شکل. یکی از دوستا را 2-3 روز میشه، همنام ما هم است، او را به خانه آوردم، در مورد توسل برایش کس مشکل ایجاد کرده بود. یک آیه کریمه را از سوره جن برای من نشان میدادی را برای من میگه ترجمه کو. برایش ترجمه کردم، گفت خب چیزی که بریز ترجمه شده بود حال خو مشکل همینجاست. قرآن را به پیش رو گرفتن، هر چیزی که از شکمشان میایه امو را بیان میکنه برای مخاطب خود. از سوره جن در اونجا به منع توسل کس برش استدلال کرده بود که اصلا تعلقی مسئله با مسئله توسل اگر تنگاتنگم بگوییم وجود نداشت. خویی را ترجمه کردم، خاموش. ثانیاً برایش در مورد توسل نصوص احادیث را نشان دادم، کتب را پایان کردم، گفتم اینه تا باش گفتم اعتمادش بیشتر شوه، این کتاب است، این نص کتاب است. نمیپذیره، بازم به مو عقیده امروزم قائم است که توسل شرک است، نمیپذیریمش. عقلش بازیش داده که با خدا چگونه ما شریک بیاریم. توسل میگه شرک است، نعوذ بالله من ذالک. اهل حق را ببینین که معرفی بشناسیم. احمد ابن حنبل اهل حق است، چگونه تسلیم به قول حق میشه؟ قال احمدو، در این وقت که میگه پشنید احمد رحمه الله گفت فرجع الى الرجل فقل له یقرأ، الا زود بروین به اون مردکه ضریر البصر بگوین که یقرأ، قرائت بکو به سر قبر، بدعت نبوده، ما از این از خبر نداشتیم. به این شکل زود بیان کرد. بعد از روایت دیگری از امام احمد موجود است رحمه الله که محمد بن احمد المروزی سمعت احمد بن حنبل میگه شنیدم از احمد بن حنبل که میگفت اذا دخلتم المقابر، وقتی که شما داخل به مقابر شدین، فقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتین،
شما قرائت بکنین به فاتحه کتاب الحمدلله را و معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را و قل هو الله احد ای را قرائت بکنیم و اجعلوا و بگردانین ذالک امی ثواب امی قرائتتان را لاهل المقابر از برای اهل از امی مقابر فانه یصل الیهم به خاطر ازی که ای وصل میشه از برای از اونها میرسه ثوابش. پس دوستا دانستیم انشالله ما مقطع دراز نشود در درسای بعدی نصوص احادیث را بیان میکنیم. از احادیث پیامبر علیه السلام ای را بیان خواد کردیم که جواز داره نداره، بعد از او به افعال صحابه و بعد از او به اقوال فقهای احناف و انشالله سایر فقها بیان میکنیم که چگونه این مسئله را میدانند. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.